از مجموعه ترکستان روس سال 1872 میلادی پاره از مقاله بونیاکوفسکی. تاجیکان و غلچه یعنی تاجیکان کوهستانی قبیله ایرانی و بومیان کشور می باشند. در حال حاضر توده اصلی آنها در خوجند و استراوشان و تقریبا در همه وادی های کوهستان زندگی می کنند. گروه بندی قبیله های ایرانی را در کوه های ترکستان دو گونه توزیع می کنند. بخشی از این قبیله ها از طرف قبیله های جنگجوی ازبک به کوه ها رانده شدند و آنها توانستند هویت ملی یا خود قومیت خود را نگه دارند و یا برعکس آنها در کوه ها زندگی کرده با دست نارس بودن محل زیست خود از خود دفاع می کردند و با این توانستند که از حمله های قبیله های ترک ایمن بمانند و همین گونه استقلال خود را حفظ کردند. بجز نواحی اورتیپا یعنی استراوشان، جیزخ، دیژک و خوجند که تاجیکان در روستاهای کوهستان گاهی تنها و گاهی همراه با ازبک ها زندگی می کنند، آنها در بالا آبی وادی آهنگران نیز به چشم می رسند که یک جا با کرمی ها در وادی چرچق به سر می برند و روستاهای سارت ها و تاجیکان در پهلوی هم قرار دارند.